فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بله، بیننده ما سین از ایران پرسیدن که اگر بخواهیم به خدا برسیم چه کنیم؟ به خدا رسیدن واقعا یک امری هست که الله متعال هم از انسان خواسته و انسان مکلف هست در دنیا که باید اوامر الله متعال را انجام بدهد و از نواهی و منهیاتی که خداوند متعال به عنوان حرام معرفی کرده و خط قرمزهایی هستند انسان باید از این موارد پرهیز بکند. رسیدن به خداوند متعال یعنی پیروی از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر انسانی که در زندگانی خودش از الله متعال دستورات الهی که در قرآن آمده یا دستوراتی که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده بر این دستورات عمل بکند، این چنین انسانی در واقع تقرب جسته به الله متعال و انسان بدین طریقه به الله میرسد. اما رسیدن به خدا اون چیزی که در یک روایتی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حدیث قدسی هست که الله متعال میفرماید ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته الیه. انسان مسلمان تقرب نمیجوید به من به مواردی که نزد من محبوب تر باشند از اون مواردی که من اونها رو بر اون فرض کردم. یعنی اگر ما میخوایم که واقعا به خداوند متعال تقرب بجوییم و به خداوند متعال برسیم باید پایبند فرایض باشیم، نگاه بکنیم چه مواردی رو الله متعال فرض کرده و چه مواردی حرام هستند، چه مواردی فرض هستند و چه مواردی حرام هستند. از مواردی که فرض هستند جز ارکان هستند، اینها رو باید انجام بدیم. از مواردی که حرام هستند جز حرام قطعی هستند، از اونها ما پرهیز بکنیم. با انجام دادن فرائض این بزرگترین سبب هست برای تقرب به الله متعال. و در ادامه همین روایت رسول الله صلی الله علیه و که نقل میکنند در این حدیث قدسی میفرمایند که الله متعال میفرماید که لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. بنده من با نوافل کارهای نفلی به اون اندازه به من تقرب میجوید تا اینکه من اون رو دوست میدارم. وقتی که من این انسان رو دوست داشتم در واقع چشم و گوش و دست این انسان همه در اختیار من هست و در اختیار من حرکت میکند، همچنین که من میخواهم این اعمال رو در واقع انجام میدهد. یعنی به یک درجه از روحانیت و معنویت بسیار بالایی میرسد و این واقعا از لطف الله متعال و رحمت الله متعال هست که تمام اعمالی رو که به عنوان فرض بر انسان ثابت شده و الله متعال اینها را فرض کرده از جنس همین عبادات نوع دیگرش که به عنوان نفل هست هم اینها را قرار داده. نماز فرض داریم، نماز نفل هم در کنارش هست. همچنین زکات، روزه و حج فرضی هم داریم جز ارکان اسلام هستند و نفلی هم داریم که در واقع در اختیار خود شخص هست، مقید به زمان و مکانی نیست، میتونه که در هر زمانی که خودش بخواد این عبادت رو در واقع انجام بدهد. این نوافل دو فایده دارند. یکی این که این نوافل از هر جنسی که باشن اون عبادت هم جنس خودشون رو تقویت میکنن. اگر نماز شما نماز فرضی خوندید یک نقصانی رو داشته باشه، ایراداتی رو داشته باشه، با خوندن نمازهای نفلی این در واقع عبادت اصلی شما، نماز اصلی شما کامل میشود و همچنین بقیه عباداتی که در این زمینه وجود دارد. و فایده دیگری که دارد این هم بالاترین درجه تقرب به الله متعال هست بعد از فرایض، زیرا که اینها از جنس همون فرائض هستند. فرائض بالاترین درجه تقرب هست و بعد از فرائض عباداتی هست که از جنس همون فرائض هستند، منتها اینها نفل هستند. تفاوتشون فقط این است که این موارد نفلند، به اختیار انسان واگذار شده. اون موارد قبلی که فرائض هستند فرضند، واجب هست، باید اونها رو انجام بده و هیچ گونه اختیاری رو که انجام بدهد یا ندهد در این زمین بنده نداره.